گادپوری وصل نیست؟ مگه میشه؟ با سردسته وصلا فیت بدی بعد خودت وصل نباشی؟ یاس بزرگترین لیبل ایرانو داره، خیلی ها دارن زیر مجموعه فریاس کار میکنن. مگه میشه این آدم بیاد تو این کشور سیاسی بخونه بعد وصل نباشه؟ سلام داشی، چطوری؟ خوبی؟ اینو کردم. بیا به وصلم اضافه شد. دلار نه، راجع به دلار بحث نکنی، فقط رپ، فقط اینایی که وصلن. اصلا فکر کردی داریوش تبهکار برای چی مونده ایران؟ بمونه کوک فیک بزنه؟ میره آمریکا خوشگل هروئین برزیلی میزنه، کوک برزیلی میزنه، توپل مپل میشه. بابا نگاه کن وضعیتش الان. شایعه که بنز نمیخره بابا، بنز مال آلمانیاست، حمایت از تولید خارجیاست. اون باید سمن بخره برای باباش. بیا من و تو هم رپر شیم ها. من که نمیتونم بخونم، صدام خیلی بده، ولی خوب تکس مینویسم. دلار چیه؟ چرا راجع به دلار بحث میکنی؟ گوشت و مرغ چیه؟ بچسب بابا به رپ، الان نون تو رپه.